جگر خون از نیشی تیغی گردون در یادی چشمی لیلی چون عشقی چشمی مجنون در دست قطره قطره در قطره های باران در دست قطره قطره در قطره های باران گاه حزین و دلگیر دستان و باب زنجیر دستان و باب زنجیر آهنگی دردمندی در شیوانی گلوگیر در شیوانی گلوگیر پیچیده تاره تاره در تاره های باران پیچیده تاره تاره در تاره های باران. بینندگان عزیز، ما چند پیش در یک چاره‌بینی با شکوه ولایتی هنرنمای هنرمند مردمی جمهوری تاجیکستان آن نفری که سالیان زیاد در انسامبل گلشن کار و فعالیت کرده است و هنوز در دوران شوروی محبوبیت و معروفیت بلند پیدا کرده بود، استاد بهادر نعمتov را تماشا کردیم و ما الحال در روبروی تئاتر خواجه کمال خوجندی قرار داریم و در نزد مهمانخانه خوجند، آن جایی که استاد طول چند روزی که در خوجند مهمان هستند قرار گرفتند و فکر می‌کنیم که بعد از این یک چاره‌بینی با شکوه پس از این خستگی های زیاد شاید استاد در حجره شخصیشان قرار دارند و پی استراحت هستند و ما الحال همراه شما بینندگان عزیز مهمانی آن نفر میشویم. گرد و غباری رسته زنگاری قلبی خسته بارانی دست دسته پاکیزه شسته شسته از باغ و از خیابان دستانی نرمی باران از باغ و از خیابان دستانی نرمی باران. گرد و غباری رسته زنگاری قلبی خسته بارانی دست دسته پاکیزه شسته شسته از باغ و از خیابان دستانی نرمی باران از باغ و از خیابان دستانی نرمی باران. رنگین ترانه آمد رنگین کمانه آمد با صوتی یار یاران روشنگرانه آمد خوشا و خوش خوش از شاخه های باران خوشا و خوش خوش از شاخه های باران در دست قطره قطره در
آمدی قطاره بارانی نوبهارا. زندگی در صدف خیش گوهر ساختن است، در دل شعله فرو رفتن و نگداختن است. مذهب زنده دلان خواب پریشان نیست و از همین خاک جهان دیگری ساختن است. درود به شما بینندگان ارجمند. این برنامه نوبتی صحبت تصادفی است و چون که الگه شما آگاهی دارید این نوبت مهمان برنامه ما هستند استاد هنرمند شایسته جمهوری تاجیکستان و هنرمند مردمی جمهوری تاجیکستان استاد بهادر نعمتوف هستند و خیلی که البته ما و شما میدونیم مخلصان ارجمندشان میدونن استاد هنوز در دوران شوروی بسیار محبوبیت و معروفیت بلند را کسب کرده بودند و تا این روزه همین محبوبیت خوشبختانه دارند. استاد عزیز اولا شما رو به خوجند باستانی خوش آمدید میگیم و تشکر از آن که شما راضی شدید با ما صحبت کنید و همصحبت ما باشید و واقعا هم بسیار خوش است برای مخلصانتان که شما همیشه جوان هستید، همیشه جوان میمانید و برای آنها جوانی اهدا میکنید. خب چون میدونیم البته شما یکی از آن نفرهای هستید که در بین هنرمندان محبوب و معروف همچون عضوی، همچون یک نماینده، همچون یک سراینده انسامبل گلشن شناخته میشوید و تا همین روزه شما وقتی شما میبینن حتما یا درباره این انسامبل میگن و یا میگن که و یا عموما یادی از این انسامبل میکنن. خوب استاد من میخواستم سرآغاز صحبت ما هم همین باشد که عموما فعالیت شما در انسامبل گلشن چگونه بود و عموما در مجموع بعد از این سوالی که شما پاسخ میدید من میخواستم همچنان یک ارتباطی انسامبل گلشن با انسامبل رقصی زیبا رو هم شما قید میکردید. بسیار خوب میشد. تشکر برای تشریف آوردنتون. انا چرا که من امروز شما شاهدی هم بودید که ما در تالار تئاتر خوجند به نام کمال خوجندی با دعوت زیبا امیزاده و رئیس شعبه فرهنگ ولایت آریش جان نبیف و من حکومت ولایت یعنی با خوجند تشریف آوردیم تا اینکه در این جشنی کشاده شوی یعنی که یک تا انسامبل رقصی نو که زیبا امیزاده تأسیس دادند اشتراک کردیم و بعد از کنسرت یک زنی نزدی من آمده گفتن که من میخوام که دخترچه من با شما صورت گیرد یعنی که در همین انسامبل اشتراک میکند. من گفتم بایلش با جان دل. اون کس گفتن که وقتی که ما ثبتای همون پیشتره ارکستر گلشن رو تماشا میکنیم گاگو هم ثبتا رو میدین و همه ما گریان میشویم چون که همه خیلی ارکستر گلشن بسیار انسامبلی خوب بود و ما دوره جوانی به خاطر میبیاریم همون دوره های به خاطر آورده اشک میریزیم. گفتن معروفیت شما به همین انسامبل رقصی زیبان یگان ارتباطی دارد؟ البته ما در یک کمیته رادیو تلویزیون جمهوری تاجیکستان یک جا کار میکردیم یعنی که گلشن و زیبا در یک کمیته در خانه رادیو ما مشق میکردیم. آنها در آشیانه یکم ما در آشیانه سیوم و بسیار سفرهای هنری یک جای داشتیم. مثلا 4 مراتب ما با افغانستان سفر کردیم، یک مرتبه با مملکت ژاپنیا سفر کردیم و چندین مرتبه در شهر مسکو بر برنامه های تلویزیون مرکزی در شهر مسکو برآمد کردیم. روزهای فرهنگ در مسکو در دهه ادبیات و صنعت تاجیکستان در ازبکستان بود. از تاشکند سر کرد، سمرقند و شهر سبز، کتاب، قرشی و دیگر شهرها ما یک جای سفر کردیم. اومد در جایی که ما سفر نداشتیم اکثریت وقت ما همین گلشن و زیبا یعنی که یک جا می رفتیم.
چون که ما یکدیگر را پر میکردیم. در مجموع گفته میتونید که کدام سرودهای شما زیادتر مثلا محض با هنرنمایی همین گروه رقصی زیبا در نزد مردم نشان داده میشدن؟ کدام سرودهای معمولی شما؟ البته میتونم گفتم من سرودی مایده مایده میرقصی، از زیر چادرت، زنگ بیزن و بسیار باز دیگر سرودهای بودن که ما یک جویا میخوندیم، هم یک جویا میخوندیم، اونها میرقصیدند. در این یا اون سفر را با همون سفر نگاه کرده در وابسته به اون که در کدام مملکت هستیم با همون نگاه کرده، یعنی که به مضمون جشن، به مضمون اون که در کدام مملکت هستیم با زبانهای آنها میخوندیم و دختران زیبا میرقصیدند. شما استاد سال چندم راهبری همین انسامبل بوده نه استاد؟ من از سال 2000 تا 2003 در ارکستر گلشن راهبری کردم و بعد و امروز شما عضو این انسامبل نیستید؟ من حاضر در کنسرواتوار ملی جمهوری تاجیکستان شاگردان را تربیت میکنم، یعنی که در شعبه استرادا و چیزی که من از استادان یاد گرفتم، از تجربه حیات، از فعالیت خود، چیزی که میدونم با شاگردا آموزنده ایستادم و کم بیش کارهای علمی کرده ایستادم و البته سرودهای نو و نو ایجاد کرده ایستادم، چون که آدم ایجادکار به ایجادیات نمیتوند، چون که همیشه باید که ایجادیات پیش رود، سرودهای نو و نو پیشکشی مخلصان میگردانیم و من اگر خودم یک چند وقت مثلا یک سرودی نو ایجاد نکنم، من خودم را بد حس میکنم، چون که همین چیز رو به من خدا داد است که من ایجاد کردم، میتوانم این را خدا به هر کس نمیتید. البته استاد ما امروز در این صحبت سوالهای زیاد داریم برای شما، لیکن به اختیار ما میخواهیم که با همین سوال جوابی خیش طبعی مخلصای شما، طبعی تماشاگران خیره نکنیم، بیاید ما کدام موضوع صحبت نکنیم، شرط میخواد کنیم که استاد شما یک تا همون سرودهای نو ایجاد کرده خودتون برای بینندگان در مابین همین صحبت هم ارائه میکنید، بسیار خوب میشد استاد. اگر پارچه باشه لیکن مهم سرودهای نو هنوز نشنیده مخلصانتان باشه. اگر سرود ما پره خونه وقت زیاد در کار، بنابراین همین پارچه میخونیم. درسته استاد. پیش از آن که شما برای ما چیز خوانید، من میخواستم که درباره همین اسبابی که در پهلوی ما ایستاده است چیزی گویید که این اسباب چه نام دارد و شاید مثلا بعضی از تماشاگران ندونن که نام این اسباب چیست و به چه خاطر شما این اسباب همراه خودتان به خوجند آوردید؟ به خاطر اون که من با کدام جایی که سفر نکنم، با مهمانی هم حتی روم یا با استراحت هم روم، البته یک اسباب با خودم میگیرم، کمش یک اسباب بگم میشد که با یک دو اسباب میگیرم، لیکن البته با من همراه من یک اسباب باید باشد. من زیق میشم به اسباب، چون که من باید دایم تکرار کنم سرودهای پیشینه را، یا که سرودهای نو ایجاد کنم، یا که سرودهایی که نو ایجاد شدن باید که سایخالتی هم، یا که در نزد دوستانم که به نزد من میبیان یا که مرا دعوت میکنن در آنجا فقط صحبت نشود، فقط گپ نشود، یعنی که هم سرود شود، هم صحبت شود و هم ویا خرسند بشه، هم خودی من خرسند میشه. شاید عموما این مایه الهام شما باشه استاد در بعضی موارد. من آخرین حالی ممکن بعضی آدمان حیران بشن که آوازخوان استرادی با اسباب‌های ملی سر کار دارد. آخرین سالها من از جوانی هم دست می داشتم، من می نواختم در با اسباب اکاردیون می خواندم، با رباب، با تار و مخصوصا آخرین سالهای آخر من بسیار دست می دارم اسباب‌های ملی را، تنبور، تار، دوتار. من این اسباب اود، من این را یعنی این اسباب اود نام دارد.
این اسباب بسیار قدیمه است، عصری 5-6 پیدا شده، یعنی که چند عصر شده است، یک 16-17 عصر شده است که این اسباب پیدا شده است، بسیار قدیمه است. در دوره رودکی نیز بسیار استفاده می بردن این اسباب را، حاضر هم استفاده می برن کمتر، لیکن استفاده می برن و به من بسیار معقول شد. من سفر داشتم به امارات عرب و از همونجا من این اسباب رو آوردم. این اسباب شما از عربستان آورده نه؟ بسیار خوب. من هم دوستان یک سرود دلانگیز رو از شما گوش میکنیم، سرود نو شما رو به قولی. مرحبا. جان نمیرسد تا به تو برفشانمت، بر کتابان نهاد دل تازی تو واسطانمش، قوت شرحیش که تو نیست صدای خامران، داری امید تو چند بسر دوانمش، قوت شرحیش که تو نیست زبان خامرا، گردی داری امید تو چند بسر دوانمش، داری امید تو چند بسر دبانمش. من استاد شما رو تا اونجایی که من میدونم پیروی سرودهای اکاشریف جورایف عادی نباشیم، معروف خوجه بهادر بای ما نیاز اون استادانی 6 مقام هستید، شما زیادتر اونو دوست می‌دارید و تا اونجایی که ما میدونیم با نواختن اسباب‌های ملی هم بسیار بلد هستید، اما شما رو همچون چهره استرادی میشناسن، همون هنوز در دوران شوروی و امروز هم وقتی به سبک شما نگاه میکنیم، به سرودهای شما نگاه میکنیم، به قول سرودهای زمانوی هستند و البته مخصوصیت دارن، یعنی مخصوصیت به سبک شما دارن، اما بسیار شباهت دارن به سرودهای استرادی. چی مثلا چی تفاوت است؟ چی سبب است که شما پیرو سرودهای کلاسیکی هستید، پیرو استادان ساحه کلاسیک هستید، اما شما رو همچون چهره استرادی میشناسن؟ چون که با واسطه ارکستر گلشن وقتی که ما در اونجا کار میکردیم، آوازخوانی همچون ارکستر گلشن ما را بسیار میشناسن، چون که ما دوره جوانی ما، یعنی که ما را همچون آوازخوانی گلشن شناختن مردم و سالهای زیاد ما در صحنه کلان با ارکستر گلشن سر دیدیم، کار کردیم و همچون حافظه استرادی میشناسن البته، چون که جوانی ما با ارکستر گلشن گذشت و نمیدونم من از اول هم دوست میداشتم، لیکن با مرور زمان باشد، با سبب سین سال باشد، وقتی بیشتر با من شوق دارم با اسباب‌های ملی و بیشتر با شعرهای کلاسیکان رو آوردم. ممکن سببش همین وای باشد، سین سال باشد، یعنی که با چقدرتر ممکن اون وقت ما شعرهای غزلهای کلاسیکان رو ممکن قدر چقدر نمیفهمیدیم، وقتی بیشتر میفهمم و حرکت میکنم بیشتر از کلاسیکا خونم و با اسباب‌های ملی سرایم. میبینیم که امروز فرزندای شما هم استاد همین راه شما رو پیش گرفتن و به قول با سرودهای استرادی امروزه سرود میخونن. شما چی فرق را از آن استراده و از این استراده میبینید؟
اون استرادی که شما خوندید و امروز اون که فرزندان شما دیگر منظوری من دیگر جوانان هم هست، دیگر اون نفرهایی که به قول استراد این زمانه رو میخونن. چی تفاوت است استاد؟ چی فرقی هست؟ یا عموما یا یگان عمومیت دارد یا نه استاد؟ فقط همین که اون وقت بیشتر با اسباب زنده می رفتن، ارکستر ثبت میکرد، تمام اسباب زنده می رفتن. حاضر با کمی دیگرگون شده است. مثلا میتونید که در یک کامپیوتر با یک اسباب تمام ارکستر رو نوازید، ارنجировка کنید. انا همین قدر فرق دارد. دیگر همین فقط همین شعری بلند باشد، آهنگی خوب باشد، اجرایشی. اما به قول استاد امروز استراد رو یک به قول استرادی سبوک، یک سرودهای سبوک میگویند. سبوک با آن معنی که آن عمری زیاد نمیبیند. اما و کارشناسان مثلا بر آن عقیده هستند که همون استرادی که شما داشتید، مثلا مرحوم کرامت الله قربان افتادن، تاجدین محیدین افتادن، آنها نمیرنده هستند. هرچند که آنها نیز سرودهای استرادی بودند، آنها نیز سرودهای به قول شوخ و دلانگیز بودند، اما آنها نمیرنده هستند. و امروز میگن این سرودهایی که امروز جوانای ما تالیف میکنن، امروز سرودهایی که ایجاد میکنن، این سرودها سبک هستند و زود میمیرن. سرودی خوب باشد و عمرش دراز میشود. لیکن سرودهایی که ممکن سبک است، یعنی که پایه ملی ندارد، یعنی که ریشه خلقی ندارد، آهنگایی که سبکن تاکورسی خوب ندارد و یا البته سرودهای دو روزان. لیکن اگر آهنگ خوب، شعر خوب موافق آمده باشد، آهنگ و شعر و هر دو اینها چیزهای بلند باشند، هم شعر و آهنگ، این خیلی سرودها عمر دراز میبینند. حاضر هم خیلی مثلا سرودها ایجاد کردن ممکن که مثلا عمر دراز بیند. البته همه سرودها و این خیلی شدنشون دشوار است بسیار، لیکن یک تا نیم سرودهای هستند که یعنی که عمر دراز دارن، با شرطی که چیزی که گفتیم شعر و آهنگ بسیار بلند باشد. شما چیزی در پیش گفتید، شما هم امروز استاد، یعنی که به نوکاران امروزه درس میدید، نو ایجادان امروزه درس میدید و همزمان فرزند شما هم چون همین را قبول کردن و شما شاید یک نفری هستید که با آنها تلقین میکنید همین گونه سرودها رو خواندن و شما نصیحت میدید استاد؟ البته من با تمام شاگردانم، نه تنها با فرزندانم، با تمام شاگردان و کسی که مراجعت نمیکند و کدام وقتی که امکانیت پیدا کردم با جوانان میگم که یعنی که شعر بلند را انتخاب کنند و آهنگای خوب را انتخاب کنند. شعر و آهنگ باید که با مضمون شعر موافق باشد، همون یک منظره را نشان دهد، یک حالت را ifade کند. این خیلی نه که مثلا همین شعر میگیرن مثلا با همون آهنگ غنچه دگر خوانند. مثلا شعر با یک آهنگ بسیار شعر یافتن ممکن، مثلا یک فرمودن ممکن، لیکن با همون مضمون شعر و آهنگ باید که موافق باشد با یک دیگر، یعنی که همون حالت را ifade کند. اما اگر که شعری حزن‌انگیز باشد، موسیقیش هم باید هم خیلی باشد. شعری سبک شوختر باشد، آهنگش هم باید شوخ باشد. بعد اصلا اینکه دلچسب باشد، یعنی که خاطرمان باشد. مثلا چون اگر یک سرودی هنرمندی هند را گوش میگیم که این سرودی هندی است، اگر یک سرودی عربی را گوش میگیم که این مال عربستان است. این هنرمندان وقتی البته چون هنرمندان ما هم در جهان معرفی میشوند، باید گویند که این سرود تاجیکی است. خوب استاد، یک سرود دیگه هم میشنویم، بازم سوال جواب خیلی ادامه میدیم. مرحبا. چی سرود میسازید دوستان؟ حاضر من یک پارچه سرود از ناصری بخارایی میخونم. باشه استاد، مرحبا.
آسان شود با صبر همه کار غم مخور آسان شود با صبر همه کار غم مخور تو یار باش اگر نبود یار غم مخور تو یار باش اگر نبود یار غم مخور دل بد مکن زیر رفته بود از نامدم مپوز تای گرددین دقیقه دشوار غم مخور دل بد مکن زیر رفته بود از نامدم مپوز تای گرددین دقیقه دشوار غم مخور یا پرچه از سردای نوی من غم مخور یعنی که درباره صبوری است درباره صبر است از غزلیات ناصری بخارایی بود. استاد من شما به نواختن چند نمودی اسباب موسیقی بلد هستید؟ خیلی من راستی گپ حساب نکردم همین اسبابای تاری را بیشتر می نوازم خیلی اسبابای اکاردیون مثلا یکی فورتپیانو و اسبابای ملی تار و تنبور دوتار و رباب و این چیزا رو می نوازم. من یک نکته بازم در مورد اون صحبتی که پیشتر داشتم من ادامه داده پرسیدن هستم که امروز به قول اگر یک جوان اگر هنر داشته باشد واقعا یک محبوبیت و معروفیت پیدا کند میگن برای او یک مبلغ لازم است اما در دوران شما چه خیلی بود دوستا؟ مثلا اگر شما مثال آنید خودتون که شما چه خیلی مثلا معروفیت پیدا کردید و به این کار مبلغ یگان رول بازی کرده توان انسان نیست. نه دوره ما دیگر خیلی دوره بود مثلا اگر کسی که استعداد داشته باشد میتوانست مثلا من اولین سرودای خودم رو با اکاردیون خواندم با اکاردیون می نواختم و خیلی دوستانی من هم سبقانی من بودن که در دایره و نای و با دیگر اسبابا رو هم‌آوازی میکردن با من از دوره دانشجویی از مبین هم دانشجویان یعنی که ما بهترین نوازندگان رو جمع کرده بودم از نوازندگان اسبابای ملی و ما هم خیلی مستقیم برآمد میکردیم مینواختیم میخواندیم و وقتی که با ارکستر گلشن مرا استاد آریش عارف با ارکستر گلشن دعوت کردن بعد از ختم دانشگاه صنعت با ارکستر گلشن که اومدم با اونجا با آسان‌تر شد مثلا ارکستر می نواخت و ما می سراییدیم آوازمون رو ثبت می کردیم در کنسرتو زنده می نواختن زنده می خواندیم و یگان مثلا دوره ما یگان مبلغ در کار نبود اگر که هنر داشته باشید اگر میتونید که نشان تید برایید. سلام بشه. خب ما اینجا چند سرودی به قول کلاسیکی و وزنین رو از شما گوش کردیم و اما میدونیم که شما هنوز همین سالها هم چند سالهای نزدیک من سالهای اخیری مثلا ایجادات خودتان شما هم سرودهای به خود خاص از قبیلی باران جوانی مثلا بر متن رودکی چون تیغ به دست داری و چند همین چیزها هم سراییدید. من استاد اینه که شما هم در روی کلاسیکی و هم در روی به قولی همون استعدادی که شما داشتید هم هر دو اینو ادامه داده ایستاد استاد. البته همین فرقش نیست مثلا همین شعر متن معقول شد یا گوگه میشد که مثلا یک آهنگ پیدا میشد یکی الهام میبیاد یگان آهنگ ایجاد میشود لیکن شعر ندارد بعد البته ما با شاعرای امروزه ما که ما همکاری میکنیم با آنها مراجعت میکنیم.
شتابان و خروشان و غزل خوان شرودی کوهی ایامی بهاران شتابان و خروشان و غزل خوان شرودی کوهی ایامی بهار عجب سرمست و بی پروا روانی جوانی یا جوانی یا جوانی عجب سرمست و بی پروا روانی جوانی یا جوانی یا جوانی غنیمت گفتند و گویمتم غنیمت است این ایامی خورم غنیمت گفتند و گویمتم غنیمت است این ایامی خورم ندانند و ندانم و ندانی غنیمت بودنی فصلی جوانی ندانند و ندانم و ندانی غنیمت بودنی فصلی جوانی بدانایی و دارایی که دارم عزیزم گنج و رنج روزگارم بدانایی و دارایی که دارم عزیزم گنج و رنج روزگارم تو هستی یادگاری نهانی جوانیم جوانیم جوانی تو هستی یادگاری نهانی جوانیم جوانیم جوانی عجب سرمست تو بی پروا روانی جوانی یا جوانی یا جوانی تو هستی یادگاری نهانی جوانیم جوانیم جوانی سرایم این سرودی جاویدانی جوانیم جوانیم جوانی او جوانیم جوانیم جوانی چگونه سرودهای نوتون به مردم پیشنهاد میکنید امروز؟ البته سالهای پیش معلوم است که هم توسط انسامبل گلشن و دیگر امروز چه خیلی دوستان برنامه‌های تلویزیونی یعنی که جمهوری کانال یکم و سفینه بهارستان و پایتخت اون دعوت کرده میشن در این اون یا مراسم‌های عید سال نو یا که نوروز عید استقلالیت یا که دیگر یگان برنامه‌ها ما اونجا سرودای نو خود را میخوانیم اجرا میکنیم و امروز توسطی ما پیشنهاد کردید با واسطه شما من امروز باران در اینجا خواندم شعر گفته و نزدیکی در سفینه یک برنامه ما رفت در آنجا من یک چند سرودای نو خود را خوانده بودم و هم خیلی برنامه ها بسیارن منظوری من این بود که استاد شاید شما امروز به قول کلیپ سازید یا شاید همین ترانه هاتون در سایت های اینترنتی جا کنید یا شما مخصوص مثلا با یگان رادیو و تلویزیون همکاری کنید و همین چیز توسط آنها ارائه کنید مخصوص همکاری میکنید یا که دعوت کنن بعد سانی البته بیشتر کدام وقتی که دعوت کنن ما سرود تیار همیشه دارم کدام وقتی که مثلا در اگان جشن در عرفه نوروز باشد در عرفه عیدی مادران باشد در عرفه عیدی استقلالیت باشد یا دیگه عموما در تمام موضوع ما حرکت میکنم که سرودهای نو داشته باشم سرودهای ما تیار باشد که کدام وقتی که دعوت کردن من باید که با یک دستاویز برم با دست خالی نروم بینندگان عزیز خیلی که ما و شما واقف هستیم و مخلصان استاد میدونن بهادر نعمتوف مؤلفی سرود شب بخیر هستند اون سرودی که به قول گیمنی همه توی معرکه هاست که در نهایتی همون توی معرکه ها یگان توی معرکه نیست که هم در ولایت سوق و هم شهر دوشنبه در تاجیکستان به همین سرود توی معرکه به انجام رسانند. من می‌خواستم استاد در مورد همین سرود در مورد تولید همین سرود و چند سال سپری شد از تولید این سرود کمی در این مثلا شرح میدادید در این مورد. خب من دانشجوی انستیتوت صنعت بودم سال 1975 این
سرود پیدا شد، یعنی که کتابی خاکی وطنی استاد لایق شیرالی به دست من افتید و من از همون کتاب یک چند سرود تیار کردم، از آن جمله شب بخیر. یعنی این سرود را شما هنوز در دوران دانشجویی تقریبا سالهای 1975 74 75 یکمین بار اجرا کردم 75، یعنی که سال آینده 40 سال میشد این سرود را. احسن. 40 سال میشد شب بخیر. و تا حاضر در تمام محفل ها من این سرود را میخوانم در آخر محفل ها. سلامت باشید. خوب اینجا البته بینندگان ما کنجکاوی میکنن و میگن که شاید همین طول 40 سال یگان ضرب همین سرود، یگان آهنگ همین سرود یگان تغییر خورده باشد، شاید صدای شما، و میخواستیم که کمی باشد همین سرود برای بینندگان زمزمه میکردیم، بسیار خوب میشد دوستان. مایلش یک روزی غم و شادی گذشت، در تلاشی قسمت و نام و سنا، باز یک خورشید ما را ترک گفت، ماهی نو پیدا شدن در افق شام، باز یک خورشید ما را ترک گفت، ماهی نو پیدا شدن در افق شام. شب بخیر همنشینان، شب بخیر، شب بخیر هم زمینان، شب بخیر، شب بخیر همنشینان، شب بخیر، شب بخیر هم زمینان، شب بخیر. تلخ و شیرینیست اندر جام شب، این خورد می آن خورد خون جگر، تلخ و شیرینیست اندر جام شب، این خورد می آن خورد خون جگر، تا چی گوید صبح اندر گوش ما، تا که باشیم زنده تا صبحی دیگر، تا چی گوید صبح اندر گوش ما، تا که باشیم زنده تا صبحی دیگر. شب بخیر هم دیاران، شب بخیر، شب بخیر هم زمانان، شب بخیر، شب بخیر دوستداران، شب بخیر، شب بخیر کامگاران، شب بخیر، شب بخیر یار و دوستان، شب بخیر، شب بخیر کامگاران، شب بخیر. بینندگان عزیز، واقعا هم چند لحظه که شما صحبتی ما رو با استاد هنرمند مردمی جمهوری تاجیکستان بهادر نعمتوف تماشا کردید شدید. واقعا من امین هستم که از این سروده های دلانگیز، از این سروده های زیبا و یک عالمی زیبا و روشن شما سفر کردید و تشکر زیاد استاد باشد که بینندگان عزیز همین سروده های دلانگیزی استاد همیشه به زندگی ما و شما شادی و خرسندی و نکویی و مسروری بخشد. تا برنامه دیگر تن و پیروز باشید.